28 سال است که کشور ما زیر آسمان استقلالیت در عوض امنیت و آسایشگی ارز هستی می‌کند و شهروندان این کشوری همیشه آباد بهر بازم آباد و آزاد کردن این وطن عزیز کمر بستند. رسیدن به استقلالیت، نائل شدن به آزادی، رسیدن به نقطه عالی‌ترین آرزو و آمال نیک و نجیب به حساب می‌رود. استقلال کشور به ما تحفه والاترین عصر 20 است و امید و باوری کلان داریم که این ارزش نه یک عصر و دو عصر بلکه هزار ساله های دیگر دوام خواهد کرد. برای این باشد باوری به آینده درخشان وطن در نهاد همه ما باید که مستحکم و قوی قرار گیرد. همه باید دخلداری خود را به آینده درخشان وطن کاملا حس نمایند. دیگران را نیز به همین راه راست و نیک هدایت سازند. کاملا گفته میتوانیم که ما را آینده نیک و پرارزش و بسا زیبا نگران است. امروزها جامعه امروزه جهانی را علتهای گوناگون از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، عقیده پرستی، تجاوزهای گوناگون زیر نقاب دین مبین اسلام، خرافات پرستی، شامل شدن جوانان رهگم به گروه‌های گوناگون ارتجاع پرستی که مقصد اساسی آن جنگ و نزاع انداختن بین اهالی باشد فرا میگیرد و امروز مبارزه علیه این علتها در جامعه نیز پرزور است، از جمله در رسولیک ما نیز، و ما این را از برگزار کردن تحلیل‌های گوناگون دیدن میتوانیم. این همه ویرانکاری‌های امروزه، آتشگیری و نزاع‌ها محصول دست قوه‌های باشند که رشد و ترقی و پیشروی‌های ما را دیدن نمیتوانند و نمیخواهند هم. با هر گونه راه‌ها این قوه‌ها در مقیاس دنیا به عمل‌های ناپاک خود موفق می‌گردند. موافق فرضیه این قوه‌های ناپاک به سال 2050 رفته حجم محصولات‌های روی زمین فقط به 3 میلیارد انسان کفایه می‌کند و خلاص. سوال دادند که حالی باقی مانده میلیاردها نفر آدمان چی می‌شود؟ به فکر این ناخلفان باید این همه باقی مانده مقدار آدمان نیست کرده شود. و امروز این قوه‌های ویرانکار روی زمین راه و اصول محوکنی را اختراع می‌کنند. در مملکت آفریقا از این یک چند سال پیش کسری ویروس ابولا پیدا شده که این ویروس میلیون‌ها نفر آدمان را به کام خود کشید. باید گفت که پیش از پیدا کردن یا اختراع کردن ویروس داروی آن یعنی واکسن آن نیز اختراع کرده می شود و اختراع می گردد به خاطر نیست کردن همان ویروس. این ویرانکاران نیز از جمعیت این داروی ضد ویروس را روز کردند و در نتیجه به عمر یک چند میلیون نفر آدمان زامین شدند. در آفریقا بر اثر پس بودن ایمونیته و وسیع بودن سطح گرسنگی در جامعه آدمان رو به مرگ آوردند و صدر دولت یعنی پرزیدنت این مملکت مجبور شد که به اهل جهان با التماس مراجعت نماید، چون که محو شدن اهالی به مرگ ملت آورده میرساند و به عوض میلیاردها دلار آمریکا عمر باقی مانده اهالی امین داشته شد. این یک نمود تجاوز تروریستان و اکستریمیستان به عمر فرزند انسان است. با همین گونه سخنان تدبیر مخصوص حاکمیت ولایت در تالار مجلس‌های مکتب موسیقی و صنعت ناحیه آغاز یافت و اشتراکداران اساسی این تدبیر اهالی ناحیه از حساب پیران و مستفیدان، مامایان نورانی، پیشوایان دین، امامان مسجدهای جامع ناحیه، رهبران تشکیلات‌های مأموری و ساختارهای گوناگون بودند. در تدبیر جانشین حاکم ولایت، دایر مسئله‌های دین، پیشوایان دین ناحیه‌های ولایتمان، زنان فعال و پیشقدم و دیگر نمایندگان جماعت شرکت کردند. پیش از آغاز تدبیر مخصوص حاکم ناحیه سخن نموده مهمانان را خیر مقدم گفت و سپس اینان برآمد را جانشین حاکم ولایت به دست خود گرفت. در دوام سخنرانی خود جانشین حاکم ولایت قید کرد که امروز تاثیر این قوه‌ها در جمعیت ما نیز به نظر می‌رسد، ولی آنها ما را با اصولهای کسلی و ویروس ها نیست کردن نمیتوانند. همین باعث امروز در جامعه ما گروه های گوناگون ارتجاع پرستی، دینی و اکستریمیستی که نقاب آنها اساساً دین مبین اسلام است پیدا شده و میخواهند با راه‌های مختلف در جامعه ویرانکاری ها را پیش برند. این همه به مقصد نیست کردن اهالی کرده می شود. متاسفانه به فریب و نیرنگ این ناخلفان بیشتر جوانان میافتند و این باعث پیدا شدن ترس و بیم بین اهالی میگردد، چون که جوانان غرور به علم به نیرنگ های آنها باور کرده این راه را انتخاب میکنند و باعث پیدا شدن نابسامانی ها در جامعه میگردند. این قوه ها حتی از آن هم نمیگردند که معنا و مضمون کتاب مقدس قرآن را به مقصدهای ناپاک خود دیگر سازند و از خود روایت و افسانه ها بافته و دیگر کردن حدیث های صحیح جوانان رهگم را سوی خود کشند. برای همین مرا لازم است که راه این همه ویرانکاران را با عقل و خرد سالم بگیریم و در جمعیت ایمونیتت مفکوره‌ای را برقرار سازیم. در این راه باید بیشتر پدران و مادران، آموزگاران، پیشوایان دین، امامان مسجدهای جامع حصه گذار باشند، زیرا آنها محک اساسی تربیت در جامعه به حساب می‌روند.
عبدالله اولونی یک گپشونه تربیه برای ما مسئله یا حیات یا ممات یا فلاکت یا نجات شدنش ممکن. یعنی نیگز همه انا همین گپونده همه انا همین جنده شدگی فکرهای نیگزشون یک تا چیز میسته. یعنی تربیه انسان این همه خیلی چیز که مثلا انسان همه خیلی تربیه کردن ممکن که و مثلا آنگشنگی هر خیلی فکرهای بیگانه روحیتشنگی فکرهای بیگانه گرفته پفتن چه خیلی کرده. مثلا با انسان تربیه وطن دوستی، تربیه مثلا حرمت با پدر و مادر، حرمت با خویش و اقربا، حرمت با انا همین کلان سالان، انا همین چیزهای طور تلقین کرده. اگر ما یا شما تربیت کنیم یا اینکه دیگر جهانده انا درباره انا همین جاها بسیار گپ گفته گذره مگری و فکر من به نهایت کار ناز میشد. بغیر از این من درباره دین اسلام گفته گذاشتن که همجا یک گپ مهم زدن که شرط فقط همون 5 تا ارکان دین رو اجرا کنیم ما مسلمان میشیم. نه، اینجا انده مثلا همین چیزام تو رو فهموندن در کور که به هوادن نقشبند یک فکر بوی کشونه دل به یار و دست به کار گفتگی. این چه گفتگی دمک البته این دل اندش دانش در کار الله خدا دل اندش دانش در کار، لیکن البته کار دنیایی هم کارهای دنیایی هم ما فقط دین گفته فقط سیفته پفته نمونده در کار. البته این همش برای خودش دلمون شود، اساسا این دلمو توزیع شود ما برای رونق و رواج این وطن این خیل وطن هیچ جنده نیست. امروز در جامعه بیشتر بین جوانان این گونه رهگمشوی ها به نظر می رسند و پیش راه این رهگمی ها را گرفتن وظیفه اساسی هر یکی ما به حساب می رود. این قبیل تدبیر واخوری ها دیروز در هر جهان حدود ناحیه شده گذشت و گفتن ممکن است این تدبیرها در همه تأثیرات خوب باقی گذاشت. نمایندگان ولایت، پیشوایان دین نزد اهل ناحیه آید همین مسئله های مهم برآمد کردند و قید نمودند که ما باید دائما کمربسته همین کارهای نیک باشیم و البته جوانان را از این راههای نالایق برگردانیم و آنها را سوی نیکی راهنمون سازیم، زیرا جوانان آینده ماستند و باید معینه آنها از همه آلودگی ها پاک باشد. امروز از جانب حکومت با آنها دقت و اعتبار مخصوص ظاهر می‌گردد و آنها باید که از این همه اعتبار و غمخواری در هر راه استفاده کنند. نباید فراموش سازیم که امروز مسئله آگاهی موضوع اساسی روز است و برای تامین این نعمت بها نیز به ما آگاهی لازم است. هموطنان عزیز، با نیت نیک، خرد نیک، گفتار و رفتار نیک و آرزوهای نیک به خاطر فردای نیک و فراوان دائما آگاه باشید. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگیر صابرов. از امروز آغاز کرده در جمعیت حرمتناکترین شخص این آموزگار است، گفت پرزیدنت در ویدیو سلکتری که دیروز یعنی روز 24 اوگوست به وقوع پیوست. از فعالیت تعلیم عالی باشد مطلقا ناراضی هستم، گفت پرزیدنت. پاره‌خوری در انیورسیت‌های مالیه، یوریدیکی و اقتصادیات خیلی اوج گرفته است، اما دستگیری نمودن و رغبتناک سازی آموزگاران را یکی از مسئله‌های مهمترین سیاست امروزه، گفت رهبر دولت. واقعا رواج دادن ساحه تعلیم یکی از عامل‌های مهمترین رواجیابی مملکت به شمار می رود. از ساحه تعلیم دور نمی رویم. موضوع را در همین خصوص دوام داده گفتنیم که دیروز مشورت عنعنوی اوگوستی خادمان ساحه معارف شده گذشت. حالا در همین خصوص آینده همان کشور بزرگ است که در آنجا ساختار تعلیم رواج یافته و آموزگارانش قدر کرده می شوند. ژاپن یکی از مملکت‌های مترقی عالم به شمار می رود. یکی از سیاستمداران ژاپن اسرار به این درجه رسیدن وطنش را آشکار کرد، یعنی از روی گفته‌های او در نتیجه افزودن اعتبار دولت به ساختار تعلیم و قدر کرده شدن آموزگاران مملکت تا به این درجه ترقی یافته است. میتوان گفت که آینده ازبکستان نیز بزرگ است، زیرا امروز آموزگارانش قدر می‌یابند و رواج دادن ساحه تعلیم به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. در ناحیه سوخت نیز فعالیت خادمان این ساختار مورد اعتراف است. دیروز خادمان ساحه تعلیم تحت شعار جاویدان امان باش جان ازبکستان مشورت عنعنوی اوگوستی خادمان تعلیم خلق را در مکتب موسیقی و صنعت
گذرانیدند. در آن حاکم ناحیه فرخ اسرف و معاون حاکم ولایت نیز اشتراک نمودند و به سخن برآمده عاید نقش آموزگار در جامعه اظهار اندیشه کردند. پس آن به آموزگاران صاحب تجربه و خوانندگان اقتدارناک تحفه و مکافات‌های مخصوص حاکمیت، شعبه تعلیم و اتفاق کسبه ناحیه تقدیم کرده شد. هر سال ما در عرفه عید مستقلی ازبکستان میگذرونیم. این البته یک عنعنه شدگی. وزیر تعلیم خلقی ریسپوبلیکا شیرزاد شرماتوف گفت که اصلاحات را ما از خودمان سر میکنیم. امسال کنفرانسی ما در روح تنقید و خود تنقید کنی عموما همین گفتگنده یک با معلمان روح نو بخش گذرانده شده است. من از نامی تمام کل آموزگاران مکتب نو و تشکیل کنندگان همین کنفرانسی و خادمان شعبه تعلیم خلقی منتداری خود را بیان میکنم. اگر کنفرانس این هم تو یک چیزی که عمومی گفته نمیشود. این البته بر نظر ما وظیفه های مهم میگذارد. ما همون با عمل کرده باید که در سال خونجه 2019 20 سال با موفقیت ها صاحب گشته شان سوخ را باز بلندتر برداشت نمیدار کرد. من حاکم ناحیه در نظر ما وظیفه های نهایت مشخص گشت که این البته هر یک آموزگار امروز ایجاد کار طلب میکند. آموزگاران ما فخر کردنشون کرد. من از 7 حجت هایی که برای آموزگار لازم بود وزارت تعلیم خلقی 3 تا فرد آورد. اکنون با هر یک معلم باید در جای خود استوده با بچه ها کار کرده از روی 5 تشبس کار برد. باز هم در ناحیه ما صفت تعلیم و تربیت با بالا میبرد. پس آن ویدیو لوحه عاید فعالیت کارهای به عمل آمده در ساحه تعلیم ناحیه سوخت در دوام سال خوانش 2018-2019 نمایش داده شد و عباره رهبری دولت گویه موفقیت هایی که به دست آوردیم از آن خودمان با تعریف موفقیت هایمان مشغول نشده کمبودی و نقصان هایمان را برطرف کردنمان شرط است. با این گفته های عبرت بخش عمل کرده ما هم موفقیت ها را یک یک نامبر کردنی نیستیم چون که آن از آن خودمان. در مکتب هایمان نرسیدن صنف خانه ها یکی از مسئله های مهمترین به شمار می رود، گفت مدیر تعلیم خلق امرجان تیمیرف ضمن صحبت با ما. با سعی و تلاش شعبه تعلیم و حاکمیت ناحیه برای برطرف نمودن مشکل های ساحه تعلیم ناحیه، بلند برداشتن صفت تعلیم در ناحیه، چاره و تدبیرها اندیشیده شده است و در اساس آن یک چند مکتب هایی که در آنها صنف خانه ها نمی رسند به دستور درآورده شده و اکنون بناهای علاوه‌ای بنیاد کرده می شوند. البته کمبودی هست اما موفقیت ها نیز به درجه افتخار کردن است. واقعا ساحه تعلیم در ناحیه طرف رواج می‌یابد. در واقع در دوام مشوره دستور ادبی بدیعی و موسیقی نمایش داده شد که آن اهل تدبیر را خیلی خوش آمد. مشوره تا در دوام کرد و با بحث و مناظره و محاکمه مشکلی های تعلیم و وظیفه های من بعد شده گذشت. خلق برای اداره های دولتی برای خلق خدمت میکنند. این غایه انسان پرورانه پرزیدنت شوکت میرزیویف امروز در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. آگاه هستید در دوام این هفته در مرکز ناحیه بینای خوش ساخت به استفاده سپاریده شد که این بینای مرکز خدمت های دولتی می باشد و درباره مراسم گشاده شوی مرکز خدمت‌های دولتی لوحه مخصوص ما به تلکانال های ریسپوبلیکوی تیار کرده بودیم و آن لوحه ما در تلکانال منینگ یورتم و اینچنین در تله رادیو کانال ازبکستان 24 در بخش مخصوص اخبارات به نوار رفت. حالا همان را تقدیم میکنیم. Dasturimizni davom ettiramiz. Davlat xizmatlari markazlari orqali 160 dan ortiq shaffof, qulay va tezkor davlat xizmatlarini ko'rsatish rejalashtirilmoqda. Ayni vaqtda 134 ta markaz binolarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari boshlab yuborilgan bo'lib, ulardan 90 tasi joriy yil yakuniga qadar foydalanishga topshiriladi. Kuni kecha Farg'ona viloyatining anklav hududi So'xda ham yangi majmua aholi uchun foydalanishga topshirildi. Mazkur islohotlarning davomi sifatida kuni kecha Farg'ona viloyatining eng chekka hududlaridan biri hisoblanmish Tog'li So'x tumani markazida eng zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan davlat xizmatlari markazi binosi o'z ish faoliyatini boshladi. Davlat sherikchilik asosida bunyod etilgan binoning ochilish marosimida So'x tuman hokimligi hamda Davlat xizmatlari agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi vakillari, tashkilotlar rahbarlari, nuroniy otaxonlar ishtirok etib, markazni aholiga xizmat ko'rsatishni boshlashi uchun tantanali ravishda ochib berdilar. Ilgari bitta hujjat olish uchun undan ortiq
tashkilotlarga odamlar ovora bo'lardi. Tumanimiz juda uzoqda 30 kilometr bir tomonda, ikkinchi tomondan 120 kilometrga cho'zilgan. Shu joylarda ham odamlar kelib shu yerda ishi bitmasa bir kun shu yerda yotib, ertaga keyin hujjatlarni olib ketardi. Hozir mana shu davlat xizmatlari markaziy ochilishi munosabati bilan odamlar bir kunda hamma ishlarini bitta joyda bajarib ketyapti. Bu albatta xalqning ham vaqtini tejayapmiz, ham xalqning roziligini olyapmiz. Xalq rozi bo'lsa, demak davlatimiz albatta ravnaq topadi. Vatanimiz mustaqilligining 28 yilligini nishonlash arafasida topshirilgan mazkur binoda bir vaqtning o'zida 30 nafar xodimlar bir kunda 400 dan ortiq murojaatchilarga xizmat ko'rsata oladilar. Bundan tashqari, markaz binosida bosh vazir qabulxonasi, investorlar xonasi, elektron navbat, bankomat, infokiosk va bolalar maydonchasi mavjud bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining turlari 140 dan oshdi va shuningdek aholi kelib bemalol foydalanib barcha qulaylikka, zamonaviy qulaylikka ega bo'lgan va fuqarolar uchun qulay sharoit yaratilgan binolarda davlat idoralaridan xizmatdan foydalanmoqda. O'ylaymizki, shunday chinam davlat xizmatlari markazida faoliyat yuritgan markaz xodimlari bizni fuqarolarimiz a'lo darajada xizmatlarini bajaradi. Dar haqiqat mamlakatimizda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish tizimi izchillik bilan takomillashtirilayotgani, aholining hayot sifati, investitsiya iqlimi, ishchanlik muhitini yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish imkonini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Olis tumanlarda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida bu kabi zamonaviy, barcha qulayliklarga ega binolarning foydalanishga topshirilayotgani, tog'liklarning bugungi siyosatdan, amalga oshirilayotgan islohotlardan rozi bo'lib yashashlarida muhim omil bo'lib xizmat qilayotir. موافق قرار حکومت هر یک سکتور در هر یک چاره‌یک به دپوتات ها حسابات دادن شرط است. به همین خاطر در دوام هفته گذشته ایستاده سسیه کنگش دپوتات های ناحیه به وقوع پیوسته بود و حالا همان سسیه را تقدیم شما میکنیم. توجه کنید. در سسیه رهبران سکتور، کارخانه و تشکیلات ها، دپوتات ها، نمایندگان ارگان های حقوق و ترتیبات، وسایط اخباری عموم شرکت ورزیدند. سسیه را حاکم ناحیه فرخ صرف آغاز نمود. میتوان گفت که بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان دیگرگونی های کلی در همه ساحه ها به عمل آمد. فعالیت قبولخانه خلقی پرزیدنت رسوبلیک ازبکستان و سکتورها براه مانده شد که این ساختارها بی‌واسطه برای آموختن، حل نمودن معمای مردم، انیقترش برای راضی نمودن خلق خدمت میکنند. در سسیه سراول مدیر قبولخانه خلقی پرزیدنت رسوبلیک ازبکستان در ناحیه سوق عاید فعالیت سکتورها چنین ابراز عقیده نمود. Joriy yilning birinchi yarim yilligi davomida tumandagi sektorlar tomonidan yuklatilgan vazifalar asosida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi, hududiy kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektor shtabi a'zolaridan iborat ishchi guruh tomonidan mavjud 2876 ta xonadondan 2760 tasi yoki 96% o'rganib chiqildi. O'rganish davomida 124 ta muammo aniqlanib, o'shandan 120 tasi tegishligi bo'yicha hal etildi. Joriy yilning birinchi yarim yili davomida sektor hududida xalq qabulxonasiga 57 ta murojaat tushdi. Umumiy salmog'ining 15% tashkil qiladi. Murojaatlarning asosiy qismini bolalar nafaqasi va moddiy yordam berish, ish bilan ta'minlash, turli xizmatlardan foydalanishdagi muammolar yechimini tashkil etadi. Ushbu yo'nalishda sektor aholi daromadlarini oshirish, har bir oila tadbirkor dasturidan keng foydalanish maqsadida tijorat banklari orqali 1 milliarddan oshiqroq imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Turli tashkilotlar orqali 52 ta nafar fuqaromiz yangi ish o'rinlari bilan ta'minlandi. Lekin amalga oshirilgan ushbu tadbirlar mavjud muammolar yechimini to'liq ta'minlay olmaydi. واقعا در نتیجه گذرانیدن قبولهای سیار معماهای مردم طرف حل خود را یافته ایستاده است، اما معماهای حل نشده کارهای اجرا می‌کرده خیلی بسیار است. برای آن رهبران سکتورها و گروه‌های کاری با جد و جهد کار بردنشان شرط است، گفت مدیر قبولخانه خلقی در دوام نطقش. پس آن حاکم ناحیه که رهبر سکتور یکم محسوب می‌یابد عاید فعالیت سکتور یکم حسابات داد. 2019 yil 8 yanvardagi hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 41.02 qarorlariga muvofiq tumanimiz 4 ta sektorga bo'lingan. Demak, 4 ta sektor faoliyati to'liq yo'lga qo'yilgan, barcha sharoitlar yaratib berilgan. Sektor rahbaridan tortib to a'zolarigacha ruxsatlaringiz bilan birinchi sektor bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot beraman. Demak, davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan tizim asosida
xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilish kerak degan prinsipga amal qilgan holda ishlar tashkil etildi. Xususan, So'x tumani 1-sektor hududidagi mahallalarni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'minlash borasida 2019-yilning yanvar-avgust oylari davomida tumandagi Sohibkor, Tul, Qalacha, G'aznov, Lemburg, Devayron mahalla fuqarolik yig'inlarini 2876 ta xonadonlarda har biri to'liq ishchi guruh a'zolari tomonidan o'rganib chiqildi. Umumiy yurish orqali o'rganish natijasida jami 124 ta muammolar aniqlangan. Aniqlangan jami 124 ta muammolar axborot tizimiga kiritilib, sektor tomonidan tahlil qilindi hamda yo'nalish va masalalarga qarab muammolar tuman darajasi hal etish uchun ajratib olindi. Jumladan, tuman darajasidagi 124 ta, viloyat hamda respublika darajasi hal etilishi lozim bo'lgan muammolar aniqlanmadi. Tuman darajasidagi muammolar ko'rib chiqilib, hal etiladigan muammolar sektor rahbari tomonidan tuman organlari va boshqa tashkilotlarga axborot tizimli orqali hal etilishi uchun yuborilib, o'z vaqtida bartaraf etildi. Tuman darajasida hal etiladigan muammolar bo'yicha tuman hokimligining iqtisodiyot va sanoat bo'limi tomonidan 1-sektor kesimida 1 yillik va o'rta muddatli tadbir rejasi shakllantirildi. Shundan tuman hokimi tomonidan 10 ta masala: ichki yo'llarni faollashtirish, ichimlik suvi bilan ta'minlash, sel yo'lini qurish, qishloq oilaviy poliklinikalarni rekonstruksiya qilish, aloqa tizimi va hokazo tuman xalq deputatlari kengashiga taqdim etilib, qisqa muddatlarda manzilli tadbir rejalari kiritildi. Bugungi kunga qadar aholi muammolarini o'rganish bo'yicha aniqlangan 124 ta muammolarning 120 tasi 96.8% o'z vaqtida bajarilishi ta'minlandi. راهبری سکتور سوم در ذمه سرور شعبه کارهای داخلی بوده به سکتور مذکور محله‌های شرق‌آباد، قزلقیا، ققیر و سبزار و هوشیار داخل می‌شوند و در این حدود نیز اساساً معمای آب نوشاکی و پالیزی خلق را اذیت می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن قبول‌های سیار این معماها نیز قسماً باشد هم حل خود را یافتند. آید فعالیت سکتور سوم جانشین اولی سرور شعبه کارهای داخلی حسابات داد. 3 sektor hududida 5 ta mahalla fuqaro yig'ini 2520 ta xonadonlar bo'lib 3697 ta oilalar 13829 nafar fuqarolar istiqomat qiladilar. 3 sektor hududida 158 nafar nogiron va 71 ta kam ta'minlangan oilalar mavjud. Hududda 5 ta maktab, 3 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 3 ta tibbiyot muassasasi va 194 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatadi. Joriy yilning 7 oy davomida 3-sektorga biriktirilgan ishchi guruh a'zolari bilan birgalikda quyidagi ishlar amalga oshirildi. 2019-yilning 7 oy davomida uyma-uy yurilgan xonadonlarda 2520 ta tashkil etib, uyma-uy yurib aholi xonadonining o'rganish natijasida hududda 296 ta muammolar aniqlanib, aniqlangan muammolarning 284 tasi joyida bartaraf etilib, qolgan 12 tasi bo'yicha tegishli ishlar olib borilmoqda. در حدود سکتور چهارم نیز معمای اساسی آب نوشاکی و پالیزی در بعضی محله ها نبودن گاز طبیعی می باشد. خصوصا موضع های سیمادان و کسمینان و قیراق این حدود از آب نوشاکی و پالیزی پر محرومند. عاید معماهای حل نموده و به خریطه راه داخل نموده این حدود رهبر سکتور چهارم حسابات داد. O'tgan dar mobaynida tumanimizning 4-sektor hududida joylashgan 7 ta mahalla fuqaro yig'inida 4057 ta xonadonlardan barchasi 100% xonadonlar sektor shtabi ishchi guruhi tomonidan uyma-uy yurgan holda to'liq o'rganib chiqildi. Aholi xonadonlariga o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 188 ta muammolar aniqlangan bo'lib, shundan 178 tasi joyida yoki ish jarayonida hal etishga erishildi. Qolgan 10 ta yechimi ma'lum vaqt talab etiladigan muammolar bo'yicha sektor shtabi ishchi guruhiga va tegishli tashkilotlarga ko'rsatmalar berilib, ijrosi nazoratga olingan. Jumladan 4-sektor shtabi ishchi guruhlari tomonidan sektor hududidagi xonadonlarda uyma-uy yurish orqali aniqlangan muammolar, sohalar va yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilinganda 31 tasi sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha, 40 ta aholi bandligini ko'maklashtirish tizimi bo'yicha, 29 tasi moddiy yordamga muhtoj oilalardan, 8 tasi elektr ta'minoti, 5 tasi maishiy gaz baloni, 27 ta uy-joy masalasi,
ikkitasi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, 14tasi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish bo'yicha, 32 ta boshqa masalalar tashkil etmoqda. 4-sektor shtabi ishchi guruhi tomonidan sektor hududidagi xonadonlarda uyma-uy yurish orqali aniqlangan muammolar hal etilishi bo'yicha tahlil qilinganda, sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha 31 ta muammolar aniqlangan bo'lib, shundan 30 tasi hal etilgan. Aholi bandligini ko'malashtirish tizimi bo'yicha 40 ta muammolar aniqlangan bo'lib, 40 tasi, ya'ni 100% hal etilgan. Moddiy yordamga muhtoj oilalardan 29 ta muammolar aniqlangan bo'lib, 29 ta, ya'ni 100% bartaraf etilgan. پس ما رهبران کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار نیز حسابات دادند. خلاصه باید کرد که در جایی که کار هست آدم زندگی می‌کند، کمبودی نیز وجود دارد، اما حل نمودن معما کاری رهبر است. خلق را راضی نمودن یکی از استوارترین سمت‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود. در سسیه عاید کارهای منبعد فکر عوض کرده و بعضی مسائل‌ها محاکمه کرده شدند. خلاصه کرده شد که از بعضی سخن‌های تنقیدی مسئولان خلاصه می‌برند و منبعد بهره برطرف نمودن آن کوشش به خرج می‌دهند. با قبول قرارهای دخلدار سسیه به کار خود انجام بخشید. بعد روزهای بشمار 28مین سالگرد استقلالیت وطن را استقبال می‌گیریم و همین را گفتن لازم است که استقلال نعمتی بی‌بهاست و خوشبختانه مردم سعادتمند ما را خداوند از این نعمت بی‌بها بی بهره نساخته است. بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت وطن در محله‌های ناحیه از روی جدول ترتیب داده حاکمیت ناحیه تدبیرها، دستورهای ادبی بدیع و موسیقی شده می‌گذرند که الحال گزارش ما از آن تنتنه‌ها. رسیدن به استقلال آرزوی دیرینه گذشتگان ما بوده. آنها عمر خود را بهر به دست آوردن این نعمت خداوندی بخشیدند. علیه چنگیزیان و قبیله‌های کوچی اطراف ماورالنهر و امپری روسا سخت مبارزه بردند. آنها نامی مقنع و تیمور ملیک، جلال الدین منگوبردی و دکچه ایشان بر این آزادی خواهان را تاریخ هرگز فراموش نمی کند و در دل و دیده مردم آسیای مرکزی آنها جاویدانه ماوا گرفتند. دیار سوخ نیز فرزندان آزادیخواه را داشت که یکی از آنها ملا میرباتور بوده. علیه نوکران خانه حقوقاً سخت مبارزه برده، هیچ تسلیم نشده است و نهایت با راه و مکر و حیله دستگیر کرده می شود. خلاصه مردم ما از ازل بهر آزادی کوشیدند، وطن خویش را آزاد و آباد دیدن می‌خواستند و خوشبختانه به این آرزو و آمال نیک رسیدند. ازبکستان صاحب اختیار شد. 28 سال است که خورشید تابان استقلالیت و سر مردم سرزمین سرسبز ما نورهای زرین خود را می‌پاشد. استقلال ما را به جهان و جهان را به ما شناساند. استقلال به ما آزاد فکر کردن و آزاد سخن کردن را آموخت. استقلال ما را به تاریخ کهنمان پیوست، عرف و عادت و قدریت‌های ملی‌مان را دوباره زنده کرد. پس چرا این روز نیک را همچون جشن ملی استقبال نگیریم؟ پس چرا در این روز خرسندی نکنیم؟ محض برای همین هر سال مردم آزاداندیش سوخ خلد مانند عید استقلال را تنتنه‌ناک استقبال می‌گیرند. از روی جدول ترتیب داده حاکمیت ناحیه در محله‌ها هر روز به نوبت تدبیر عید استقلال گذرانیده می‌شود. اهل محله‌های سری بازارچه، سوخ و چماقچه نیز به عید استقلال تیاری خوب دیده بودند. خصوصا اهل محله سری بازارچه عید را در زیارتگاه حضرت علی با یک جهان خرسندی پیشواز گرفتند. امروز من سراسر دولت ما یعنی ریسپوبلیک ازبکستان روزهای عیدی 28 سالگی مستقلی پیشواز میگیریم. از جمله در زیر شعار جان جان ازبکستان منگوب الامان در هر یک محله های رایون، شهر، ولایت همه روزهای وای گذشته است عیدی مستقلی. از جمله امروز در محله ما، من در محله ما برای مستقلی گذراندن ما مزار حضرت علی در یکی از جایهای عزیز با خلق ما یوش جوانو من جمع آمدیم. از طرف حکومت من مسئولان آمدن. من امروز کیفیت خلق ویم اگر کیفیتشان نقض پیران من با خوش خرسندی همه روزهای عید ما جشن گرفتیم. برای مقصد اساسی گذراندن این در خلقمون یعنی معنویت و معرفت خلقمون برای برداشتن من استراحت کردن با کیفیت‌های خوب پیشواز گرفتن عید مستقلی یک توفه بزرگ گفتم من خودم فکر میکنم.
اهل محله های سوخ و چماخچه نیز در روز عید استقلال با نمایش صحنه‌چه ها از حیات قهرمانان وطن با قرائت شعر و سرود و اجرای رقص جالب به دل اشتراکداران تدبیر یک عالم خرسندی هدیه نمودند. در شعر و سرود آنها وصف وطن، استقلال و کامیابی های آن ترنم یافته بود. خلاصه برآمد آنها در دل هر یک صاحب وطن حس محبت به وطن را از نو زیاد نموده وادار میساخت که خود را در وطن نیو و وطن را در خود دوست دارند. در دیگر محله های ناحیه نیز عید استقلال دوام دارد. این بود بخش خبری و تحلیلی هفته که شما توسط آن با خبر و رویدادهای در دوام هفته سپری شده ایستاده رخ داده شناس گشتید و در همین جا به بخش هفته حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.